دختر برای اینکه برادرش یک هفته غیبت نخوره خودش رو به شکل اون در آورد و به مدرسه رفت، اما هنوز وارد کلاس نشده بود که بدشانسی آورد و با دست نیافتنی ترین پسر مدرسه درگیر شد. پسر عصبانی میخواست سرش آوار بشه که یهو تلفنش زنگ خورد و اون بدون توجه به معلم از کلاس بیرون رفت. دختر همون لحظه فهمید هویت پسر معمولی نیست. یکی از همکلاسی‌ها آهسته گفت اون پسر مدیر مدرسه است، بهتره پاتو از حد درازتر نکنی. اما مشکل تازه‌ای پیدا شد. قیافش تو لباس پسرانه انقدر جذاب شده بود که نصف دخترای مدرسه دنبالش راه افتادن. کلافه و خسته توی رختکن پنهون شد و به برادرش زنگ زد که برگرده، اما برادرش گفت من خارج از کشورم، تازه یه هفته دیگه برمیگردم. از اون طرف دخترای عاشق پیشه در رختکن رو میکوبیدن تا اونو پیدا کنن. پسر مدیر مدرسه که سر و صدا رو شنیده بود نزدیک شد. دخترها همین که اونو دیدن از ترس فرار کردن. دختر برای خلاص شدن از دستشون سری لباس دخترونه پوشید و از رختکن بیرون اومد، اما اصلا فکرشو نمیکرد که پسر مدیر مدرسه با دیدنش یه دل نه 100 دل عاشقش بشه. روز بعد دختر توی لباس پسرونه رفت سرویس بهداشتی و نمیدونست باید کجا بره. به سرویس مردونه سر زد، اما با دیدن وضعیت داخل وحشت زده برگشت و وارد سرویس زنانه شد. دو تا دخترون رو دیدن و اومدن داخل. فکر کردن یه پسر منحرف وارد سرویس خانم شده. دختر سریع با صدای دخترونه گفت که خودش هم دختره، اما اونها باور نکردن. برای خلاص شدن از شرشون مجبور شد دوباره لباس دخترونه بپوشه و از سرویس بیاد بیرون. همین که بیرون اومد دوباره پسر مدیر مدرسه اون رو دید و فوراً شناخت. با لبخند دستش رو به سمت اون دراز کرد. میشه دوست باشیم؟ اما دختر سرد و بیروح جوابشو نداد و رفت. دختر همکلاسی دوباره جلوشو گرفت و با لحن تهدیدآمیز بهش گفت از اون پسر دور بمون. این بار دختر عمدن روی زمین افتاد. همین که پسر مدیر صحنه رو دید با وحشت دوید سمتش و اونو بلند کرد و گفت من میبرمت درمانگاه. دختر همکلاسی فریاد زد الکیه، داره ادا در میاره، اما پسر بدون توجه اونو برد. توی درمانگاه پسر زخم کوچیک روی بازوی دختر رو پانسمان کرد. دختر تازه فهمید واقعا زخمی شده و از دقت و مهربانی اون تعجب کرد. وقتی خواست بره پسر یه بلیت فیلم از جیبش بیرون آورد و بهش گفت این بلیت خیلی سختگیر میاد، فقط یه دونه داشتم، میخواستم تو داشته باشیش، و رفت. دختر که هنوز کنجکاو بود بدون این فیلم چی داره که پسر براش صف کشیده توی لباس پسرونه به سینما رفت. اما همین که نشست یخ کرد. پسر مدیر درست کنار اون نشسته بود.